بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. امیدوار هستم هر جایی که هستید شاد و صحت و سلامت بوده باشید. ما باز هم با قسمت جدید برنامه قلب آسیا ویژه برنامه افغانستان خدمت شما عزیزان و سروران قرار داریم. البته این اولین قسمت برنامه قلب آسیا است در سال 1440 هجری قمری. موضوعی که می‌خوایم در این قسمت روش صحبت بکنیم یقینا اولین ماه‌های قمری، ماه محرم الحرام هست و در این ماه روز عاشورا یکی از معروفترین روزهای سال هست که در دهم این ماه قرار دارد. شهرت این روز البته از قبل از اسلام هست. در ادیان سماوی دیگر نیز این روز شهرت داشته است، فضیلت داشته است و امتیان پیشین این روز را با عبادت الله متعال، با عبادت روزه و صیام سپری می‌کردند. پس یک روز مهم سال برای مسلمانان در طول تاریخ البته بوده است. در اسلام، در دین اسلام چه وقت و در چه زمانی روز عاشورا وارد مصطلحات اسلامی و یا وارد تاریخ اسلام می شود؟ بدون شک ما روایاتی داریم که قبل از اسلام در زمان جاهلیت هم البته همان گونه که مشرکین قریش روز عاشورا یا دهم محرم را روزه می گرفتند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز با آنها این روز را روزه می گرفتند. و بعد که پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث می شوند و قرآن نازل می شود، نیز روایات بر این دلالت می کند که قبل از فرض شدن روزه ماه مبارک رمضان، روز عاشورا البته فرض بود بر مسلمانان و پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانشان این روز را در مکه مکرمه روزه می گرفتند. اما بعد از اینکه روزه ماه مبارک رمضان فرض شد، فرضیت روزه عاشورا از فرضیت انتقال کرد، آمد به استحباب و تنفل و یا نفل بودن قرار گرفت که حالا روزش البته فرضی نیست، نفلی هست که ثواب عظیمی دارد. این قبل از آمدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یا هجرتشان از مکه مکرمه به مدینه منوره بود. سپس وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مکه اخراج می شوند و بیرون کرده می شوند و از مکه به سوی مدینه منوره هجرت می کنند، به مدینه منوره می آیند، روایتی است که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما این را روایت می کند و می گوید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه منوره آمدند، در مدینه منوره دیدند که یهودیان روز عاشورا را روزه می گرفتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسید چرا این روز را روزه می گیرند؟ یهودی ها گفتند که هذا یوم عظیم و هو یوم نجى الله فیه موسی و اغرق آل فرعون. یهودیان گفتند این روز بزرگی است برای ما، چون در این روز الله متعال حضرت موسی و یارانش را نجات داد و فرعون و آل فرعون را غرق نمود. پس موسی علیه السلام این روز را به خاطر شکرانه الله متعال روزه گرفت و ما هم این روز را روزه میگیریم. اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند انا اولا بموسی منهم، من نسبت به این یهودیان به موسی علیه السلام نزدیکتر هستم و اولاتر هستم که به خاطر نجات او، به خاطر پیروزی او بر فرعون روزه بگیرم، روزه شکرانه بگیرم. و سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم البته روزهای عاشورا را روزه می گرفتند و
یارانشان را نیز احمار میکردند و امتشان را نیز تشویق بر روزه گرفتن این روز کردند. البته زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه روز عاشورا روزه میگرفتند و حتی مشرکین قریش هم قبل از اسلام این روز را روزه میگرفتند، در میانشان از این داستان نجات موسی علیه السلام فکر میکنم خبری نبود. شاید آنها این را به خاطر نسبتی که به ابراهیم علیه السلام داشتند و خود را به حضرت ابراهیم نسبت میدادند، شاید حضرت ابراهیم این روز را روزه گرفته باشد که مشرکین قریش نیز روزه می گرفتند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز در آن زمان با همان تصور روزه می گرفتند. ما وقتی که به مدینه منوره هجرت کردند، اینجا یک چیزی جدیدی کشف شد برایشان که در این روز الله متعال موسی علیه السلام را از فرعون و آل فرعون نجات داده بوده و موسی علیه السلام به خاطر شکرانه الله متعال این روز را روزه می گرفته است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم فرمود که من اولاتر و نزدیکتر و احقتر به موسی هستم که به خاطر نجات برادرم موسی شکرانه الله متعال را بجا بیارم و روزه بگیرم. واقعا در روزی که الله متعال موسی علیه السلام و قومش را بر فرعون و فرعونیان پیروز می‌گرداند، این روز عظیمی هست برای مسلمانان زمان موسی علیه السلام و مسلمانانی که بعد از موسی علیه السلام آمدند. الله متعال این داستان را و این نعمت بزرگش را که بر بنی اسرائیل و بر قوم موسی علیه السلام این منت را گذاشت، در قرآن در جاهای متعددی، در سوره های متعدد این منتی که بر آنها گذاشته است را ذکر می کند، چون این منت بزرگی بود، نعمت بزرگی بود، فضل و احسان بزرگی بود که الله متعال به بنی اسرائیل این نعمت را ارزانی نمود. الله متعال می فرماید آیه 49 سوره بقره: و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، در معرض منتگذاری و ذکر نعمتهای خود الله متعال به بنی اسرائیل اینجا ذکر میکند تا آنها را متوجه بسازد که نعمتهای الله متعال بر آنها چقدر بزرگ بوده و سپس آنها میآیند ناشکری میکنند. باید کفران نعمت نکنند. بارها الله متعال نعمتهای خود را بر بنی اسرائیل ذکر میکند تا آنها را متوجه بسازد و ناسپاسی نکنند. الله متعال میفرماید: و اذ نجیناکم من آل فرعون، ای بنی اسرائیل، ای قوم موسی علیه السلام، شما زمانی را یاد کنید که ما شما را از آل فرعون نجات دادیم. آل فرعون و فرعونیان را این بنی اسرائیل خوب میشناختند، خوب میدانستند، چون از فرعون و فرعونیان اینها عذابها، دردها و رنجهایی را چشیده بودند که امروز ملت‌های امروزی به خصوص ملت عظیم ایران، ملت شریف ایران از آخوندها میچشند یا بیشتر از آن. چنین عذاب بزرگی را بنی اسرائیل، قوم موسی علیه السلام از فرعونیان میچشیدند. یسومونکم سوء العذاب، آنها شما را میچشاندند بدترین عذاب، بدترین عذاب و شکنجه را در حق بنی اسرائیل فرعونیان و فرعون انجام میداد. چی بود این سوء العذاب، این بدترین عذابی که فرعون و فرعونیان به قوم موسی علیه السلام به بنی اسرائیل میچشاند؟ این چی بود این سوء العذاب؟ الله متعال میفرماید که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، پسران شما را ذبح میکردند، دختران شما را زنده نگه میداشتند. یکی از بزرگترین شکنجه ها و دردها و عذاب هایی که فرعونیان به بنی اسرائیل میدادند همین بود که در خانه کسی وقت طفل پسر تولد میشد او را ذبح میکردند. اگر دختر تولد میشد او را میگذاشتند. گفته میشود که فرعون البته خوابی دیده بوده که از قوم بنی اسرائیل طفل تولد میشود که این طفل بعداً حکومت و پادشاهی او را
از بین میبرد. به همین خاطر حکم صادر کرده بود فرعون که در این قوم باید پسری زنده گذاشته نشود. هر پسری که تولد می شود باید کشته شود. این بدترین عذابی بود که فرعون و فرعونیان به بنی اسرائیل میداد. اما الله متعال این قوم مستضعف و کمزور و بیچاره و مستمند و مظلوم بنو اسرائیل را از فرعون و فرعونیان در یک روز عظیم نجات میدهد. حضرت موسی علیه السلام را با قومش نجات میدهد. فرعون و فرعونیان را در دریا غرق میکند. این نعمت بزرگ الله متعال بود. وقتی که الله متعال موسی علیه السلام و قومش را از فرعون نجات داد، این روز 10 محرم بوده. این روز 10 محرم بوده که روز عاشورا گفته می شود و حضرت موسی علیه السلام بعد از این نجات به خاطر شکرانه الله متعال که او و قومش را از فرعون و فرعونیان نجات داده است، این روز را روزه می گرفتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم از به مدینه منوره وقتی آمد دید که یهودیان این روز را روزه میگیرن. پرسیدن چرا، به چه مناسبت اینها روزه میگیرن؟ گفتن به خاطر نجات موسی و قومش از فرعون. اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که من اولاتر و نزدیکتر و احقتر به موسی هستم. پس این روز را روزه گرفتن و قومشان را هم، امتشان را نیز به روزه گرفتن این روز عظیم و بزرگ تشویق کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سپس روزهای 10 محرم، روزهای عاشورا را روزه می گرفتند. در سالهای اخیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که حکم مخالفت با اهل کتاب را صادر کردند که باید مسلمانان در عباداتشان با اهل کتاب، با یهود و نصارا مخالف باشند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به همین مناسبت فرمودند که اگر من در سال آینده باقی بمانم، 9 محرم را نیز روزه میگیرم تا مخالفت با یهودیان به وجود بیاید. پس روزه گرفتن 10 محرم عمل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است و 9 را هم امر کردن. در بعضی روایات فرمودن که شما روزه بگیرید، روز 9 را روزه بگیرید با یهودیان مخالفت به وجود بیاید. و عزمشان هم همین بود که فرمودن اگر من تا سال آینده باقی ماندم، روز 9 محرم را روزه میگیرم. واقعا این روز بزرگی است و روزه این روز ثواب عظیمی دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد میفرماید پرسان شد از رسول الله صلی الله علیه و سلم که روز محرم چه ثوابی دارد، چه فضیلتی دارد؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که احسبوا یکفر الله به السنه التي قبله. من گمان میکنم، فکر میکنم که الله متعال به خاطر روزه گرفتن روز عاشورا، روز 10 محرم، گناهان سال گذشته این انسان روزدار را ببخشد و محو و نابود بکند. یعنی ما اگر روز 10 محرم را روزه میگیریم، این به این معناست که الله متعال به خاطر روزه گرفتن این روز گناهان 1 ساله ما را میبخشد. البته بر علاوه 10 محرم در کل ماه محرم را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیشترین روزه های نفلی را در ماه محرم میگرفتند. در روایت دیگر میاد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از رمضان، ماهی که در آن بیشترین روزهایش را روزه میگرفتند، همین ماه محرم بود. پس روزه گرفتن این روز فضیلت بزرگی دارد، ثواب عظیمی دارد. البته روزه گرفتن این روز تنها مخصوص اهل سنت نیست که روز 10 محرم را روزه بگیرن. ما گفتیم امتهای پیشین هم روزه میگرفتن. مشرکین قریش قبل از آمدن اسلام در میانشان
رواج داشتن، عادت داشتن که این روز را روزه بگیرن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز در مکه مکرمه این روز را روزه می گرفتن و وقتی به مدینه منوره آمدن هم این روز را روزه گرفتن. البته در بعضی کتاب های متأخرین شیعه چنین وانمود می شود، بعضی آخوندهای شیعه چنین وانمود می کنند که گویا روزه گرفتن روز 10 محرم ای از دستاوردها یا از بدعات اموی ها باشه. روایاتی را نقل می کنند به دروغ که اموی ها روز 10 محرم را به خاطر شهادت حسین رضی الله عنه روزه گرفتن این روز را ترویج دادن و ایجاد کردن. اولا ما گفتیم که روز محرم حتی قبل از اسلام قدامت تاریخی داشته، در میان امتیان پیشین بوده، مثل که در میان قوم موسی علیه السلام و غیره. و سپس در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از او تا سال 61 هجری، تا سال 61 هجری، در 61 هجری اینجا سالی است که حضرت حسین رضی الله عنه شهید می شوند. پس 60 سال قبل از شهادت حسین رضی الله عنه کل مسلمانان 10 محرم را روزه می گرفتن، روز عاشورا را روزه می گرفتن. این روایات تنها در منابع اهل سنت نه، بلکه روایات روزه گرفتن روز 10 محرم در مصادر شیعیان نیز به کثرت وجود دارد. پس آن عده آخوندهایی که ادعا میکنن روزه گرفتن این روز را اموی ها ایجاد کرده باشه، خلاف حقیقت هست، خلاف واقع است، خلاف روایات کتاب های خودشان نیز هست. شهادت حسین رضی الله عنه البته مشیت تقدیر الهی بر همین رفته بوده که نواسه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، سید جوانان بهشت، فرزند و جگرگوشی علی ابن ابی طالب و فاطمه رضی الله عنهم جمیعا، در سال 61 هجری در میدان کربلا مظلومانه در این روز شهید شوند. پس شهادت حسین رضی الله عنه در روز 10 محرم کاملا یک حادثه تصادفی است. این معنا که یعنی روز 10 محرم یا عاشورا، پیش از این که در این روز حضرت حسین رضی الله عنه به شهادت برسند، گفتیم قدامت تاریخی دارد در میان مسلمانان و قبل از او در میان امتیان گذشته. ببخشید که مشکل فنی رخ داده، میان برنامه کوتاه میگیریم و انشالله برمیگردیم. با ما باشید. يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. أم حسبتم
آیا گمان می کنید وارد بهشت می شوید؟ حالان که هنوز حالت آنان که پیش از شما گذشتند بر سر شما نیامده است. مشکلات و سختی های زیادی به آنان رسید و به قدری گرفتار ناراحتی و آشفتگی شدند که پیامبر و مؤمنانی که با او بودند می گفتند یاری پروردگار چه زمانی خواهد آمد؟ آگاه باشید که یاری الله نزدیک است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي. مجدد خدمت شما بیننده های عزیز، ببخشید که مشکلی فنی رخ داده بود و به آن برنامه گرفتیم. ما گفتیم روزه گرفتن روز 10 محرم یا روز عاشورا این تنها در میان اهل سنت نه، بلکه در مصادر روایی و حدیثی شیعیان نیز این بحث مطرح است و قبل از شهادت حضرت حسین رضی الله عنه مسلمانان تا سال 60 هجری این روز را روزه می گرفتن. و بعضی روایاتی که در کتاب های شیعیان در مورد روز عاشورا است اشاره می کنم. روایت است ابو عبدالله علیه السلام از پدرش علی رضی الله عنه روایت می کند. البته امام حسین رضی الله عنه از علی رضی الله عنه از پدرش روایت می کند که پدرش می گوید صوموا العاشوراء هکذا التاسع والعشر، شما روزه بگیرید روز عاشورا را، روز 10 محرم را، و همچنان 9 را نیز همراه 10 روزه بگیرید. چرا؟ فانه یکفر ذنوب سنه، زیرا روزه گرفتن روز عاشورا گناهان یک ساله را نابود می کند، از بین می برد. این روایت را توسی در تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 299 و در استبصار صفحه 134 جلد 2 و همچنان فیض کاشانی در وافی جلد 7 صفحه 13 و حر عاملی هم در وسایل شیعه صفحه 337 جلد 7 و بروجردی هم در جامع احادیث شیعه در جلد 9 صفحه 474 و 475 این روایت را نقل می کنند. روایت دوم باز هم از علی رضی الله عنه است که ایشان فرمودند صام رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم عاشورا. حضرت علی رضی الله عنه میگوید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روز عاشورا را روزه گرفتند. این روایت در تهذیب الاحکام هست جلد 4 صفحه 29 و در استبصار جلد 2 صفحه 134 و همچنان در وافی صفحه 13 جلد 7 و در وسائل الشیعه جلد 7 صفحه 337 و همچنان در جامع احادیث شیعه جلد 9 صفحه 475 و همچنان از امام جعفر صادق رضی الله عنه روایت است که میگوید از پدرشان روایت میکنند که ایشان گفتند صیام یوم عاشورا کفاره سنه، روزه گرفتن روز عاشورا، روزه گرفتن روز 10 محرم کفاره گناهان یک ساله می باشد. این روایت هم در تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 300 و در الاستبصار جلد 2 صفحه 134 و در جامع حدیث شیعه جلد 9 صفحه 475 و همچنان در وافی کاشانی جلد 7 صفحه 13 و حر عاملی هم در وسایل شیعه جلد 7 صفحه 337 این روایت را نقل می کند. و نوری تبرسی در مستدرک وسائل روایت را ذکر می کند
از علی رضی الله عنه نقل می کند که ایشان فرمودند صوموا یوم عاشوراء التاسع والعاشر احتیاطا، شما روزه بگیرید روز عاشورا را، نهم و دهم را از باب احتیاط روزه بگیرید. فانه کفاره السنه التي قبله. خب چرا ما روزی نهم و دهم عاشورا را روزه بگیریم؟ نهم و دهم محرم را به خاطر چه روزه بگیریم؟ حضرت علی رضی الله عنه میگوید که فانه کفاره السنه التي قبله، زیرا روزه گرفتن روز عاشورا کفاره گناهان یک سال گذشته است. و ان لم یعلم به احدکم حتی یأکل فلیتم صومه. اگر کسی نفهمید که امروز روز عاشورا هست یا نیست، اگر از شب چیزی نخورده بود پس ادامه بدهد و روزه خود را تمام بکند. این روایت را آقای طبرسی در مستدرک وسائل جلد 1 صفحه 594 و بروجردی هم در جامع احادیث شیعه جلد 9 صفحه 475 نقل می کنند. حالا این 4 روایت از مهمترین منابع روایی شیعیان صراحت کامل بر این دارند که حضرت علی رضی الله عنه و بقیه امامان پیروان خود را بر روزه گرفتن روز دهم محرم، روز عاشورا امر می‌کردند، تشویق می‌کردند که این روز را روزه بگیرید، چون این روز روزه گرفتن این روز گناهان یک سال گذشته را محو و نابود می‌کند. البته مسلمانان از صدر اسلام، ما گفتیم قبل از مسلمانان، قبل از امت پیامبر صلی الله علیه و سلم امتیان گذشته نیست این روز را روزه می گرفتن و مسلمانان از صدر اسلام تا کنون البته روز دهم و نهم و بعضیشان حتی روز 11 را نیز روزه می گیرند. به خاطر چی؟ به خاطر که روزه گرفتن این روز از جمله روزه های نفلی مهم هست، فضیلت بزرگ دارد، باعث کفاره گناهان یک سال گذشته انسان می شود. پس ادعای آن آخوندهایی که میگویند این اهل سنت این روز را به خاطر روزه میگیرند که اموی ها روزه گرفتن این روز را ایجاد کردند و اینها به خاطر خوشحالی به شهادت امام حسین روزه میگیرند، نه خیر، البته چنین نیست. اگر چنین می بود پس این روایاتی که در این کتب معتبر شیعه هست و امامان شیعه به روزه گرفتن روز عاشورا امر کردن، پس آیا آنها هم پیروان اموی ها بودند، در حالی که حضرت علی رضی الله عنه قبل از قائم شدن دولت اموی ها شهید شدن و از دنیا رفتن؟ پس این روایات قبل از با وجود آمدن دولت و یا خلافت اموی ها هست. پس روزه گرفتن این روز هیچ ارتباط با دهم محرم سال 61 هجری ندارد که به شکل تصادفی اتفاقی شهادت نواسی رسول الله صلی الله علیه و سلم در این روز صورت میگیرد. البته در طول روزهای سال ما وقتی که تلاش بکنیم حتما نبی از انبیای الله متعالی شهید شدن یا وفات کردن، حتما امامی از امامان در یکی از روزهای سال شهید شدن یا وفات کردن، حتما ولی از اولیای الله متعال در طول روزهای سال شهید شدن و یا وفات کردن. پس هر روز سال همانگونه که روز تولد یک تعداد از انسان هاست، به همان شکل روز وفات یک تعداد از انسانهای دیگری است. پس این روزها هیچ ارتباط با شهید شدن، با وفات شدن، با مردن و یا با زنده شدن و تولد شدن هیچ کسی البته ارتباط ندارد. طول روزهای سال اینطور هستند. پس این هست روز عاشورای اسلامی که مسلمانان این روز را روزه میگیرند تا به امروز. البته بعد از شهادت امام حسین رضی الله عنه در سال 61 هجری، در دهم محرم سال 61 هجری که در
روز محرم یک حادثه دیگه اضافه شد که او شهادت امام حسین رضی الله عنه بود. عقیده و باور اهل سنت این است که حضرت حسین رضی الله عنه مظلومانه در میدان کربلا به شهادت رسیدند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خیلی زیبا می‌فرمایند که الله متعال لعنت کند قاتلان امام حسین را. هر کسی که امام حسین رضی الله عنه را شهید کردند و در شهادتش دست دارند، مستقیم یا غیر مستقیم، الله متعال قاتلان امام حسین رضی الله عنه را لعنت کند و همچنان خداوند لعنت کند کسانی را که به شهادت امام حسین رضی الله عنه خوشحال می شوند و خوشحالی می کنند. این باور تنها شیخ الاسلام ابن تیمیه نیست، این عقیده کل مسلمانان است. عقیده کل مسلمانان این است که الله متعال لعنت کند قاتلان حسین رضی الله عنه را و الله متعال لعنت کند هر و کسی را که به شهادت نواسی رسول الله صلی الله علیه و سلم خوشحال شده باشد و یا خوشحالی کند. این باور کل مسلمانان هست که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نیز با زیبایی این موضوع را مطرح می کند تا کسانی که فکر می کنند که آنها محبان آل بیت هستند، محبان حسین هستند، باید بدانند که محبان واقعی آل بیت، دوستداران واقعی حسین کیها هستند. محبان واقعی آل بیت و محبان واقعی حسین رضی الله عنه کسانی هستند که میآیند از سنت های آنان پیروی میکنند، زندگی خود را به نقش قدم آنها ترسیم میکنند، مثل آنان زندگی میکنند، چون ایمان آنها، ایمان صحابه، ایمان آل بیت برای بعدها میزان هست، ترازو هست، پیمانه هست. ایمان ما با ایمان آنها سنجش می شود. ما اگر مثل آنها بودیم، به نقش و قدم آنها روان شدیم، این ایمان ما پذیرفته می شود، ما هدایت یاب هستیم. اگر غیر دین آنها را ما دین گرفتیم، براهای این طرف و آن طرف رفتیم، پس در گمراهی و انحراف به سر میبریم. اینجا حالا عاشورا چه شکل و سیمایی دارد؟ یک شکل و سیمایش نزد عموم مسلمانان است، نزد اهل سنت و الجماعت که تا امروز این روز را با روزه گرفتن با عبادت الله متعال سپری میکنند، هم با عنوان شکرانه‌ای که الله متعال در این روز موسی علیه السلام و قومش را از فرعون نجات داد، و هم به عنوان یکی از سنت‌های ماندگار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که ایشان این روز را روزه گرفتن و به روزه گرفتنش تشویق کردند و این روایات در کتب روایی اهل سنت و اهل تشیع یکسان موجود هست. و سپس نکته سوم به خاطر روزه میگیرند که در روایات تصریح شده بود که گناهان یک ساله را روزه گرفتن روز عاشورا از بین میبرد، کفاره گناهان یک ساله می شود. به این خاطر مسلمانان، عموم مسلمانان این روز را با روزه گرفتن سپری می کنند. اما جانب دیگر آخوانها چیکار کردن؟ آخوانها آمدن از این عاشورا برای ما چه ساختن؟ مراسم عزاداری که امروز ما در گوشه و کنار دنیا می بینیم، جاده های خون آلود، جسد های خون آلود، اطفال تکه تکه شده، به اطفال هم رحم نمی کنند. یعنی از عاشورای اسلامی اینها فرسخ ها فاصله گرفتن که نه در این عاشوراهای امروزی نه سیمای نبوی است و نه هم سیمای حسینی. شریعت ما برای هر چیز برای ما دساتیر و فرامین دارد.
در هر قدم ما را راهنمایی میکند که ما چطور زندگی کنیم، چطور خوشحالی کنیم، چطور مراسم غم را برگزار بکنیم، چطور عبادت بکنیم، چطور تجارت بکنیم، چطور سیاست داشته باشیم و چه فرهنگی را دنبال کنیم. یعنی دین مبین اسلام دینی کامل و شاملی هست. ما را در هیچ جانب از جوانب، در هیچ قضیه از قضایا بدون راهنمایی نگذاشته است. اگر عزیز ما شهید می شود، وفات می کند، کشته می شود، ما چطور می توانیم مراسم عزا داشته باشیم و تا چه زمانی؟ برای ما هم شکل این مراسم را شریعت بیان می کند و هم زمانش را تعیین می کند تا چه زمانی ما می توانیم عزادار باشیم اصلا. و زندگی پیامبر و صحابه و آل بیت بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما الگو هستند، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حضورشان دخترانشان وفات شدند، فرزندانشان وفات شدند، تعداد زیادی از یارانشان در غزوات شهید شدند. عم بزرگوارشان سید شهدای بهشت حمزه ابن عبدالمطلب در غزوه احد شهید شدند. و دهها صدها یار و اعضای خانوادیشان در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردند و یا شهید شدند. ما بیایم ببینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این شهدا، از 70 تن شهدایی که در غزوه احد شهید شدند و تا امروز در آغوش احد خوابند، چطور عزا گرفتن؟ این مراسم عزاداری را چطور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام دادن؟ آیا هر سال با فرا رسیدن آن روز به خاطر شهادت 70 تن از یارانشان که در رأسشان عمشان حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنهم و ارضاهم بود به سر و صورت هم می زدن، گریبان پاره می کردن، سر و صورتشان را خونالود می کردن، گیلالود می کردن؟ آیا اینطور می کردن؟ اگر می کردن که کجاست؟ چرا ما چنین روایات نداریم؟ ما برعکس این روایات داریم که ما را از این چیزها منع می کند، ما را در وقت مصیبت با صبر و شکیبایی و تحمل فرا می خواند و برای ما وقت این عزاداری را هم تعیین می کند. ما چند روز اصلا می توانیم که غمگین و خسته و افسرده و عزادار باشیم. آیا کل زندگی را در عزاداری سپری می کنیم؟ نه خیر. ما به خاطر این پیدا شده بودیم که به خاطر وفات شهادت یکی از عزیزانمان کل عمرمان را در عزاداری سپری بکنیم؟ نه خیر، اینطور نیست. ما به خاطر این آفریده نشدیم. به خاطر هدف والاتر و بزرگتر از این ما انسان ها خلق شدیم که هر وقت از جاده منحرف شدیم و هدف خلقت خود را فراموش کردیم، ما میریم به چاهای هلاکت و گمراهی میافتیم. روایات در کتب اهل سنت در این باب مملو هست که صبر و شکیبایی را باید ما از آن خود بکنیم در مقابل مصیبت ها. اما روایات مصادر شیعه نیست خالی از این موضوع نیست. در مصادر اهل تشیع نیست روایاتی هست که برای آنها البته طریقی عزاداری را برایشان بیان می کند، اما اینهایی که امروز به نام آخوند و اینها روی گرده های ملت سوار شدن، خودشان نه سر و صورت میزنن، نه سر و صورتشان را خون آلود میکنن، هیچ کاری نمیکنن. بزرگترین کاری هم که میکنن در این مراسم وقتی که اشتراک میکنن،
گریه های دروغین هست. بزرگترین کاری که آخوندها در این مراسم عزاداری میکنن، آن طرف جوانان از خود بیخبر ناآگاه سر و صورت و جسد خود را تکه تکه میکنن، خون آلود میکنن، حتی کودکان و طفلان را نیز خون آلود میسازند که دیدنش برای انسان قابل تحمل نیست. اما این آخوندها خودشان چطور عزاداری میکنن؟ با گریه های خنده‌دار در مراسم عزاداری. به دروغ گریه نمی کنن، به دروغ به خاطر فریب دادن مردم گریه های خنده‌دار دارن. احمد جان اگر میتونه لطفاً کلیپی را به نشر بسپار، ما ببینیم گریه های این آخوندها را که در مراسم عزاداری اینها چطور گریه میکنن. اینها جانب مقابل، جانب دیگر که ما خون میریزیم، اینها چی میکنن؟ کلیپ را میبینیم و برمیگردیم. گریه های زورکی. حداقل هیئت گریه کنندگان رو بگیر، دستتو به چشمت بگذار، به پیشانیت بگذار، یه ذره با این دستت به پاد بزن، یه ذره به سینت بزن، یه ذره به صورتت بزن، یه ذره اسکاری کن، حتی الکی گریه کن. این مجاز یه روز به عنایت خدا واقعیت خواهد شد. فرمود انقدر من دوست دارم اشک شما رو که اگه الکی هم گریه کنی من خدا باور میکنم بهت مزد میدم. لا اله الا الله. گریه خوب است، خصوصا گریه زورکی حضرت آقا. ذره شوم گرد هوایم. برای دوربین هم بد نیست. حداقل هیئت گریه کنندگان رو بگیر، دستتو به چشمت بگذار، به پیشانیت بگذار، یه ذره با این دستت به پاد بزن، یه ذره به سینت بزن، یه ذره به صورتت بزن، یه ذره اسکاری کن، حتی الکی گریه کن. یه ذره اسکاری کن، حتی الکی گریه کن. البته روی منبر هم خوب جواب میدهد. حجت الاسلام و المسلمین انصاریان سخنان بسیار مهمی ایراد کردند که خلاصه مهمترین قسمت‌های این سخنرانی را برای شما در اینجا پخش می‌کنیم. لازم به توضیح است دیدن این سخنرانی را به کودکان و کسانی که بیماری قلبی دارند توصیه نمی‌کنیم. وی در ادامه افزود یه ذره اسکاری کن، حتی الکی گریه کن. یه ذره اسکاری کن، حتی الکی گریه کن.
مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی با موضوع عاشورای سال 1440 هجری قمری خدمت شما عزیزان هستیم. البته قبل از میان برنامه من داشتم در مورد این صحبت می کردم که عاشورا، روزه گرفتن عاشورا هیچ ربط با شهادت حضرت حسین رضی الله عنه ندارد، چون این قبل از او هست. حتی در شریعت های گذشته مثل حضرت موسی علیه السلام نیز روزه گرفتن این روز بوده است. اما حالا هم البته عموم مسلمانان این روز را به همان سلسله روزه میگیرند و تعداد از شیعیان را آخوندها فریب دادند که مراسم عاشورا را بدور از تعلیمات ناب اسلامی برگزار بکنند، به سر و صورت بزنند، گریبان چاک بکنند، سر و صورتشان را خون آلود بکنند با زنجیرها، با قمه ها، حالا با کارت ها و غیره. حتی کودکان را نیز خون آلود میکنند، جاده ها را میبندند، برای دیگران اذیت میکنند. این چیزهایی است که در عاشوراهای فعلی دنیای تشیع دیده می شود و این از آدرس آخوند البته آمده و ما دیدیم که خود آخوندها چطور عزاداری میکردن و چطور گریه های خنده‌دار داشتن. من در مورد حال و هوای عاشورای امسال که در افغانستان امسال چطور این مراسم برگزار شد، مهمان نهایت عزیز را از تخار افغانستان با خود دارم. مولانا برکت الله برهانی، منشی و سخنگوی شورای علمای ولایت تخار هستند. جناب مولانا صاحب برهانی، اگر صدای مرا دارین خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر. سلامت باشید مولانا صاحب که برای ما و بیننده های عزیز برنامه قلب آسیا وقت دادین. میخوایم از شما بدانیم که حال و هوای عاشورای امسال در افغانستان چطور است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. اولا از همه سلام به شما و تمام شنونده های ندای حق. بله، به پاسخ شما باید گفت حال احوال عاشورا امسال نظر به سالهای گذشته در افغانستان، خصوصا در مرکزی افغانستان کابل، بسیار زیاد بود و چیزهایی که در این مراسم عاشورا از بدعات و خرافات دیده میشد نظر به سالهای گذشته بسیار زیاد بود. مثلا چه چیزهای زیاد بود؟ در کابل در تمام جاده ها، در تمام سرک ها بیرقه های غم سیاه، کبوت یا حسین یا ابوالفضل یا بابا و چیزهایی که اینها عکس ها و بسیار چیزهایی را که خرافات داخلش هستن اینها نصب کرده بودند. در تمام سرک های کابل دیده میشد. به هر کوچه و دیار کابل که می رفتی شعار اینها زده بودند و در هر جای اینها سینه هایشان را برپا کرده بود. تنها در منطقه شیعه نشین نبود، بلکه در منطقه‌ای که سنی ها هم زندگی میکنه می نشینند یا در عام شهر، در تمام دروازه های شهر اینها مراسم خود را، بیرق های خود را نصب کرده بودند و مراسم خود را میخواستند که اونجا تجلیل بکنند. از سوی دیگر یک چیزی نوی که در کابل به وجود آمده و مسلح شدن اهل تشیع در دشت برچی بود. درست. که آن زنهایشان هم شنیدم که زنها هم سلاح برداشتند و تکیه خانه هایشان را به نام از اینکه ما حفاظت بکنیم. این چیز جدیدی بود. درست. یعنی تازه در عاشورای امسال علنا مسلح هم شدن یقینا. بله. این کلیپ هم البته ما داریم انشالله بعدا نشر خواهیم کرد. بله. دیگر هم ما اونجا جستجو کردیم، میره شنیدیم و ایره هم بعضی برادرها دیده بودن. درست. بسیار خوب. شما گفتین که در جاده های کابل
پارچه ها، تکه های سیاه با شعارهای یا حسین یا عبدالله یا ابوالفضل و غیره نصب شده بود. خب مشکل چی است اگر این تکه ها در جاده های کابل و در کل افغانستان اگر این تکه های سیاه نصب شود، افغانستان سیاه پوش شود، چه مشکل رخ میده؟ مشکل خیلی رخ میده که چیزی را که توقع نمیشد به وجود آمدن. مثلا افغانستان هم اهل تشیع نبودن و نیستن. این خرافات و بدعاتی که اینها در مراسم یوم عاشورا میکنن و ای که اینها خود با زنجیر میزنن، ای که اینها خود از خون آلود میسازن یا ندای یا حسین و ابوالفضل و فلان و فلان سر میزنن یا غم میکنن، ماتم جور میکنن، یه همه ازی فقط به خاطر این نیست که تنها اینا شعارشان را در کابل نصب کرده باشند. این به این معنا هسته که اینا مراسمشان میتونن در تحت یمی لوا و به امی شعارهایی که اینها دادن اینا افغانستان به یک رقم به یک طرف دیگر بکشانند. مثلا ما میبینیم که کدام مراسمی که در ایران انجام میشد او امسال در افغانستان همان طور انجام میشه. اینجا یک چند نکته بسیار مهم را اشاره میکنم. از یک سو استعمار ایرانی ها که توانستند که بسیار به کم وقت اینا خود را در قلب افغانستان برسانند و شعارشان را در هر جاده در هر کوچه نصب بکنند. چرا افغانستان خب اقل شیعه اهل تشیع بسیار کم هستند و اگر هستن هم بسیار مراسم نداشتن که به رقم عام مراسم بگیرن، این خرافات و بدعات خود را عام بگیرن. من نمیدانم که این مشکل شاید در حکومت افغانستان باشه که اینها قدر وقتی زیاد دادن. بله میشنویم؟ بله. نظر عموم مردم افغانستان، نظر علمای افغانستان در این مورد چی است؟ شما هم به عنوان سخنگوی یکی از شوراهای علمای یکی از ولایت افغانستان، ولایت تخار هستین. نظر علما چیست؟ یعنی اونها عکس العمل داشتن یا خیر؟ بله نظر علما بسیار زیاد. علما خفه هستند به در این حالات. علما بسیار زیاد نگران هستند. مبادا که مثل عراق و سوریه و یا در جاده های پاکستان کدام فروری که اهل تشیع میکنه، خصوصا مسلح شدن اینها با صدایشان و این شعارشان، مراسمشان، این همه علما را نگران ساخته هستند. علمای افغانستان اهل سنن مکمل در اینجا نگران هستند. با این فکر میکنن، میاندیشن. خصوصا امروز علمای ولایت تخار یک جلسه هم داشتن در ارتباط. اینجا خب مراسم قدر بالا نبود و نه تکهایشان نه بیرقهایشان در ولایت تخار عام است، نیست، وجود نداره. اگر با این ترشا علما اقدام خود میکنن جلوی ها را میگیرن، خیلی میمانیم که ما اینا قدر بدعات و خرافات را چیزی که در دین نبوده. عاشورا روزی است قبل از اسلام هم بوده، زمان موسی علیه السلام هم بوده. روزه را نبی صلی الله علیه و سلم هم گرفته روز عاشورا را. بله. ولی این طور نبوده که خطوات فقط و فقط اینا امروز شده به عاشورا تبدیل کرده که عاشورا این نیست. شاید ملت افغانستان اکثرش به این ندارن که عاشورا یعنی چی. اگر بدانن اونها نفرت دارن از بدعات و خرافات. فکر میکنین که حالا این مراسم از یک مراسم بدعی و که در او شرکیات بود و خرافات بود، حالا از او فراتر میره؟ حالا که مسلح میشوند خودشان و افراد مسلح غیر مسئول در جاده های پایتخت در کابل گشت و گذار میکنن، کاملا مسلح و مجهز. حالا دیگه این تنها یک مناسبت، ما نمیتونیم بگیم که تنها یک مناسبت مذهبی است، درست است؟ برای ما تنها مناسبت مذهبی گفتن نمیتونیم. ایرا ما کارکرد سپاه پاسداران ایران میدانیم و پیشرفت سپاه پاسداران ایران هست که امروز اهل تشیع را به نام مراسم حسینیه یا عاشورا به نام عاشورا اینها را مسلح بسازند و اینجا یک کاری را بکنند و این بدون مشهوری ایران، بدون کارکرد ایران. و همچنان شما ببینید در 16 سال 17 سال است که امریکا در افغانستان آمده است. بله. امریکا قبل از اینکه
امریکایی در افغانستان بیاید. بله نه این حسینی ها را کس میشناخت و نه عاشورا را کس میشناخت. بسیار محدود بود. بله. آن هم در تکخانه های خودشان بودند و بیرقایشان بیرون کشیده نبود. روزی که امریکا پای خود در افغانستان نهاده، یک خدمت بسیار کلان را به ایران کرده. ایران شبکه استخباراتیش و سپاه پاسدارانش بسیار آزادانه فعالیت خود را در افغانستان آغاز کرده که فعلا ما این سال شاهد ازی بودیم که کابل مکمل بیرق‌های سیاه گرفته بودم و کابل هر جا که میرفتیم چاپوش شده بود. نمیدانستیم که ایران است یا عراق کربلا جور شده اینا جور کرده یا کدام مملکت دیگه شیعی است ما نمیدانستیم. ما حیران بودیم فکر میکردیم که چرا ایت شد یک با یکی چرا میشه، ولی قابل نگرانی هست. بسیار مشکل عمده هستین در ملت افغانستان قابل پذیرش نیست این کاری که اینها میکنن و این مسئله جور میکنن. عاشورا را بیرق هم تجدید میکنن. تنها خرافات و بدعات اگر باشه خب مشکلی نیست، گناه خودشان از خودشان با گناه خودشان مؤاخذه میشه، ولی این در پیام بدی را در عقب خود دارد. بله جناب مولانا صاحب، شما هم قسمی که کلیپی از مسلح شدن اینها را دیدین، حتی خانم هایشان نیز مسلح شدن، تصاویرشان در صفحات مجازی فیسبوک و غیره به نشر رسیده است. از چند مدت خصوصا در این اواخر بارها حسینیه های اینها در کابل، در هرات مورد حملات انتحاری قرار گرفت. اونجا هم تعداد، البته میگفتن که حملات داعش به عهده میگرفت و مسئولیتش به دوش میگرفت که ما کردیم، و تعدادی هم میگفتن که ولو که داعش مسئولیت این حملات را به دوش میگیرد، این حملات انتحاری در حسینیه ها، در تکایهای شیعیان از سوی سپاه پاسداران، از سوی سفارت ایران انجام می شود تا که شیعیان را احساساتشان را برانگیزند و آنها را برای مسلح شدن آماده بکنند و وقتی که چند بار در میان آنها این حملات صورت میگیره، بعد اینها میگن که ما خودمان از خود دفاع میکنیم و ایران هم پول میده، سلاح میده، اینها اسلحه میخرند و حالا میشوند مسلح. پس آن حملات را اینها خودشان میکردند تا امروز انطور مسلح شوند. شما با این دیدگاه چقدر موافق هستید؟ ما موافق به این هستیم که داعش در کجا و از کجا حرکت میکنه، در کجا میآید. بله. در هرات نیروهای امنیتی، در هرات سال گذشته نیروهای امنیتی، بله، سپاه پاسداران ایران با تمام وسایل انتحاری دستگیر نبود. بله. صفحات اجتماعی نشر شد. بله. این یک کار خطرناک دیگری وجود داره. شما ببینید عراق، بله. عراق همینطور نشد. عراق امریکایی ها حمله کردن به اینکه ما تروریسم ختم میکنیم، شیر میکنیم، بالاخره عراق به اهل تشیع تسلیم کرد. بله. خودشان برآمدن به اهل تشیع تسلیم کردن. بله. سوریه را از یک طرف ایران بله روس‌ها بمبارد میکنه، از دیگر طرف خود ایران مداخله سریع داره. بله. و این را خوش که از حقیقتش پوشی کردن نمیتونه. شیعه های افغانستان در سوریه گروه رفتن و حالا وجود دارن، مرکزارشون هم در آنجا وجود داره، برای آنها خانه آپارتمان ها دادن و یک کارت ویژه برشان دادن که از جنگ سوریه بازگشت کرده در افغانستان نمیخواهند. همون کسایی که در سوریه رفته بودن دوباره در افغانستان اونا بیاین اینجا به نام داعش حملات را در افغانستان خودشان جاسازی کردن و این عملیات را در هر جای به حسینی ها کردن تا خشم اهل تشیع را برآورده بسازن و هدف شوم ایران در این کار بسازه. این واضح هست، این سخن واضح هست. یعنی آنها میخوان یک جنگ مذهبی را در افغانستان آغاز بکنن. بله، از اینا از دو بعد پیش میروند فعلا. یک سوال سیاست هر جمهوری میآید اینا قطعا یک معاون دوم دارن. بله. و با احزاب سیاسی هم اینا پیوستن. درست. گروه هایشان را بسیج کردن. درست. و از سوی دیگر کارهای استخباراتیشان را هم پیش میبرند. بله. از سوی دیگر مراسم عاشورا را که عنعنه و کلتور اهل بدعی روافض است هم در افغانستان پیدا کرده. بسیار خوب. در آخر پیام شما بر ملت افغانستان، بر این شیعیان، اولا بر این شیعیان افغانستان که حالا دارن مسلح میشوند با پول ایران، با اسلحه ایران و همان جنگی که در عراق و سوریه
جان میلیون ها انسان را گرفت. افغانستان البته چندان وضعیت خوبی ندارد، اما حالا اگر همچون یک جنگ مذهبی آغاز شود بدون شک همه متضرر می شوند. یعنی کل ملت افغانستان که امروز متضرر هست و بیشتر از این متضرر می شود. پیام شما برای این شیعیان چیست و سپس برای علمای اهل سنت، برای رهبران اهل سنت افغانستان چیست که چی باید بکنند در مقابل این نوع عملهای غیر مسئولانه شیعیان؟ پیام ما با تمام اهل تشیع در افغانستان این هست که خود را مسلح نسازند، در جنگ شوقی نباشند، سلاح نبردارند و مراسمی که میکردند در دکهایشان صلاحات اعتمادی میکنند. ملت افغانستان با اینها یک رفتار نیک دارند، برادرواری دارند، با اینها کدام مزاحمت نکردند. دسته های خارجی قبیل ایران و امریکا، ایران میخواهد که جنجال در مابین افغانستان اندازه و هم اهل تشیع پیام ما است که از این خشونت ها دست برداره، از استخبارات ایران دست برداره، از این مسلح سازی دست برداره. اگر نه جنگ مذهبی در افغانستان اگر از طرف اهل تشیع شروع شود، دامنگیر تمام آسیای میانه خواهد شد. و پیامم به اهل تسنن که حکومت هایی که در دست دارند و همه از یه پیام این است که متوجه افغانستان باشند که افغانستان به طرف یک بحران خطرناک در حرکت است. اینجا متوجه باشند به خاطر که سهولت هایی که ایران امروز آورده. ما تمام پانتون های ایران در کابل بررسی کردم دیدم. و پیامم همه کشورهای همسایه همین است که جلوی فاجعه را بگیرند، با اهل تسنن همکاری بکنند و ایران را نگذارند که دیگه پا بگذاره. پیام به شورای علمای افغانستان، شورای علمای افغانستان این است که مراسم اهل تشیع محضر در عام، محضر در جاده های افغانستان، در هر جادهش در کابل و خصوصا مسلط شدن اهل تشیع را در دست برچی و سایر نقاط که اینها دارند، شورای علمای افغانستان در این باره تصمیم خود را بگیرد. اگر تصمیم نگیرد طرف از جمع متضرر شود و یک جنگ مذهبی در اهل تسنن و اهل تشیع اگر شروع شد، خدای نخواسته باز علمای افغانستان در اینجا به امن مانده نمیتوان. واقعا تشکر میکنم مولانا صاحب برکت الله برهانی، منشی و سخنگوی شورای علمای ولایت تخار. تشکر از شما که با ما بودید. تشکر از شما و خداحافظتان. خداحافظتان جناب مولانا صاحب برهانی. بنده های عزیز، همانگونه که جناب مولانا اشاره کردن، البته کلیپ های در صفحات مجازی، البته شبکه های داخلی افغانستان نشر کرده که مسلح های غیر مسئول شیعیان در جاده های کابل علنا دیده می شوند با اسلحه خفیفه و بم های دیستی و غیره هستند. البته خودشان میگوین که این سلاح خودشان هست، میگوین که به ما گفتن که شما سلاح بخرید، ما هم سلاح خریدیم. حالا این پول از کجا آمد؟ کی به اینها گفت شما سلاح بخرید و از خود دفاع کنید؟ و سپس این پول را کی داد و اینها از کجا سلاح خریدن؟ این سلاح فروشی در کجای کابل هست؟ این پرسش هایی است پیش روی دولت افغانستان که فکر نمی کنم تا کنون در موردش فکری هم کرده باشند. احمد جان، کلیپ از پیش خودتان نشر میکنین؟ بسیار خوب. کلیپ هم میبینیم که چطور امسال مسلح های غیر مسئول شیعیان در میان این عزاداران دیده می شوند. میبینیم با هم. 7 ماه محرم، پل کوتی سنگی. مردانی با لباسهای سیاه و مجهز با جنگ افزارها این جاده را به روی رفت آمد بستند. میگویند که برای تامین امنیت کاروانهای عزادار جاده را بستند. و دمی سایه یک دو نفر بودن که دمی سنگ سایه سنگ فروشی این مواد انفجاری رو جابجا کرده بودن. فهیم که مجهز با کلاشینکوف و بم دستی است، میگوید که روز اول ماه محرم از خانه بیرون شده است. او که به توانایی نیروهای دولتی در تامین امنیت این بخش‌ها بی‌باور شده است، میگوید که پدرش به وی گفته است که باید به این تاریان حمله کند.
همین شخصا که من خودم آمده ایم 7 روز خداحافظی کردیم، پیشتر هم بازم به خانه به کلشان بخشش خواستیم آمدیم خداحافظی کرده. اگر نهایتا اگر رفتیم شهید شدیم بخشش باشه. این چپانی که به جان ما است کفن است، کفن برای ما. غلام عباس مردی است که از 3 حمله انتحاری نجات یافته است، اما حمله های انتحاری در چند سال اخیر 37 تن از نزدیکانش را از وی گرفته است. اکنون برای تامین امنیت جنگ افزار به دست گرفته است. متوجه باشین که کلا ما را درگیر ساخته با داعش با ما طالب و با ما را با طالب گفتن برن سلاح بخرن، برن از خودتان دفاع کنید، باید سلاح ما را هم بگیرید، برید از خودتان دفاع بکنید. این مردان افزایش ناامنی ها را در بخش های غربی پایتخت بی پیشی نمی‌دانند و میگویند که بسیاری از خانواده ها در این بخش ها به فرزندانشان اجازه نمیدهند تا به مکتب بروند. تهدید امنیتی زیاف است و طفلا زیافترش از خانواده اجازه نمیدن که مکتب برن. یکی فهمیده دولت چرا امنیت نمیگیره، چرا پرسان نمیکنه، چرا سایه بیرونی رو تلاشی نمیکنن. بسیاری ها وجود این جنگ افزارها را در نزد این مردان انتقاد می کنند، اما مسئولان نهادهای مردمی که برای تامین امنیت بخش‌های غرب پایتخت ایجاد شدند میگویند که این جنگ افزارها را مردم تهیه کردند و این جنگ افزارها تنها تا روز 13 ماه محرم نزد شماری از آنان خواهد بود. کارتا را ما از وزارت داخله گرفتیم، سلاح مشخصی است. خود دیگه یک سلاح امنیتی خانه مردم است. و از آزادارا و کسایی که در این مراسم ها آزاداری میکنه تقاضا داریم به گونه آزاداری کنه که برای همشهری‌ها و هموطنان ما ایجاد مشکل نکنه. جناب رئیس، وزارت امور داخله برای تامین امنیت بخش‌های غرب پایتخت طرح تازه امنیتی را آماده ساخته است. و جامعه طرح باندې درې وړو ارګانونو کار وکړ. دغه طرح پیشنهاد شو جلات مآب جمهور رئیس او جلات مآب جمهور رئیس هم دغه طرح منظوره کړې ده. حتی د دغه طرح تشکیلاتی ساختاری هم منظور کړی دی. وزارت امور داخله میگوید که بر بنیاد یک تفاهم میان مردم محل و نهادهای امنیتی برای تامین امنیت بهتر روزهای محرم 500 جنگ افزار به کسان مشخصی در مکانهای برگزاری عزاداری توزیع شده است. خب بیننده های عزیز، دیدین این مسلح های غیر مسئول را که میگفتن سلاح شخصی خودشان هست، خودشان تهیه کردن، مردم خریدن. حالا من نمیفهم که در کجای کابل این سلاح فروشی ها هست و همچنان وزارت داخله هم گفته که این سلاح از خود مردم هست. تا 13 محرم نزد تعدادی از اینها می باشه و از تعدادش به تاریخ 13 محرم گرفته میشه. تعداد دیگهش کجا میره؟ با این سلاح ها چیکار میکنن؟ این واقعا پرسش هایی است که ملت شریف افغانستان را جدا نگران ساخته است و باید هم نگران باشند. علمای افغانستان باید متوجه این امر باشند و همان گونه‌ای که مولانا برهانی اشاره کردن باید شیعیان افغانستان نیز به خود بیایند، فکر بکنند، پا را از گلیم فراتر ننهند. حالا هم آنها در اقلیت قرار دارند و اگر تنشی ایجاد شود، تا امروز که اهل سنت با آنها برادربار زندگی کردن، این اخوت و این برادری که از بین رفت البته شاید بر آنها هم مشکل ساز شود. واقعا این نگران کننده است. خیلی سوال اینجاست که دولت افغانستان وزارت دفاع دارد، ریاست امنیت ملی دارد، وزارت داخله دارد، بعد پلیس محلی دارد، خیزش مردمی، البته مسلح‌های غیر مسئول که به نام هربکی یا خیزش مردمی و غیره در نقاط مختلف افغانستان ایجاد شده، مردم از آنها شکایت دارند چون مسلح‌های غیر مسئول هستند و هیچ چیزی هم پابند نیستند، هیچ قانونی هم نیست، هیچ کسی نیست که از آنها پرسان بکنه. عموما در ولایت اطراف افغانستان قتل‌هایی که صورت میگیره، ترورهایی که صورت میگیره، ظلم و تعدی‌هایی که صورت میگیره، در اکثرش آن مسلح‌های غیر مسئول دست دارند. خب اگر این مسلح‌های غیر مسئول از جانب دیگر بیایند یک مذهب را، یک فرقه را مسلح بسازن و هم غیر مسئول، سلاحش هم معلوم نیست که از کجا آورده و خریده، ایران داده، اگر خرید از کجا خریده، پولش را کی داده، این دکان‌های سلاح فروشی در کجای کابل وجود داره، اینطور اگر مسلح میسازن واقعا آینده خطرناک در انتظار ما و نسل‌های بعدی افغانستان هست. حالت سوریه و عراق ما دیدیم، دو کشور چطور
به خاک و خون یکسان شد و چطور ملت مظلوم سوریه در بدر شدن، دارن عین سیناریو در افغانستان تکرار می شود. امیدوار هستیم ملت افغانستان بیدار شوند، متوجه شوند و هرچی سریعتر جلوی این حرکت های غیر مسئولانه اگر از سوی دولت هست، اگر از سوی افراد در داخل دولت هست، باید شناسایی شوند و پیگیری شوند و کنترل شود. این وضعیت اگر کنترل نشد عواقب بسیار خطرناک دارد. روزهای گذشته، ماههای گذشته وقتی که حسینی ها، تکیه خانه های شیعیان مورد هدف قرار می گرفتن، خیلی به گونه های مرموز مجهول که هیچ فهمیده نمی شد که کی میکنه و چرا میکنه. تنها داعش آمده مسئولیتش را به دوش می گرفت. واقعا مرموز بود. همان وقت هم تعداد زیادی به این باور بودند که این حملات از سوی سپاه پاسداران ایران، از سوی ایران راه اندازی می شود تا احساسات شیعیان برانگیخته شود و آنها مسلح شوند و سپس ایران به خاطر رسیدن به اهداف بعدی خود از این مسلح ها استفاده بکنه. منافع بعدی ایران چیست؟ فعلا تحریم هایی که بر سر ایران نهاده شده از سوی آمریکا، ایران میخواهد که منافع آمریکا را در خطر قرار بده و هیچ راهی نداره جز این که باید در افغانستان این کار را بکنه و از شیعیان استفاده بکنه. ایران فعلا با دولت افغانستان روی آبها مشکلات فراوانی داره. فعلا روی سدها، بندهایی که در افغانستان ایجاد شده، ایران مشکلات زیاده داره با دولت افغانستان در مورد این بندها و ایجاد این بندها و رئیس جمهور ایران علنا تهدیدهایی کرده بود. وزیر خارجه ایران حدوداً 2 هفته قبل گفته بود که ما به خاطر حل مشکل آب با افغانستان از اهرم‌های فراوان استفاده می‌کنیم. این اهرم‌ها را ما داریم به شکل این مسلح‌های غیر مسئول کم کم می‌بینیم. پس این اهداف ایران است که در آینده میخواد از خلال این مسلح‌های غیر مسئول در افغانستان دنبال بکنه. اما خطر این، ضرر این کلاً به کل ملت افغانستان میرسه. کل ملت افغانستان هستند که متضرر میشوند. امیدوار هستیم که دولت افغانستان، دولت مردان افغانستان، کسانی که در داخل نظام، در داخل دولت به فکر ملت و کشور هستند، در پیش وجدان خود خجالت میکشند که در قبال این ملت بی مسئولیت هستند، مسئولیت خود را ادا بکنند و جلوی این حرکات غیر مسئولانه را بگیرند. در غیر آن ما واقعا شاهد جویه های خونی خواهیم بود که در آن وقت کنترل از دست همه ما بیرون خواهد شد. الله متعال رحم بکنه. ملتی که امروز تکه تکه هست، دچار 1001 مشکل است، مشکل دیگری بر مشکلات این ملت افزوده نشود. این بود برنامه این هفته قلب آسیا که خدمتتون تقدیم کردیم. البته معذرت می‌خوایم که وقت به پایان رسیده و نتونستیم تماس‌های شما بیننده‌های عزیز را داشته باشیم. ان شاءالله در قسمت‌های بعدی سعی می‌کنیم که برای شما نیز وقتتان را بدهیم و تماس‌های شما را داشته باشیم، صدای گرم شما را در برنامه‌ها داشته باشیم. همه شما خوبان را تا قسمت‌های بعدی به الله یکتا و یگانه می‌سپارم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شبکه جهانی ندای حق. شما بینندگان عزیز می توانید شبکه جهانی ندای حق را بر روی فرکانس های زیر مشاهده نمایید. ماهواره هاتبرد، ماهواره یوتلسات 7،
ماهواره نایلسات، شبکه جهانی ندای حق.